سلام شاگردای عزیز، خوش آمدین به یک از ویدیوهای ریاضی صنف 12 امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین. درس امروز ما در رابطه با قضیه قیمت متوسط و یا هم قضیه لاگرانژ است. خب در قضیه لاگرانژ برای ما و شما بیان میکنه هرگاه یک تابع داشته باشیم، تابع fx یا y مساوی به fx در انتروال a الی b متمادی و مشتق پذیر باشه. در انتروال a الی b تابع متصل باشه، یعنی قطع شدگی نداشته باشه و همچنان مشتق پذیر باشه. ما مشتق شد دریافت کرده بتانیم یا مماس رسم کرده بتانیم. در همین انتروال a b یک عدد مثل c موجود است. در بین انتروال a و b یک عدد مانند c موجود هستند، طوری که اینی رابطه را دارا هستند. این رابطه به این معناست که مشتق تابع ما در نقطه C یا میل مماس تابع ما در نقطه C مساوی میشه به میل تابع fx نظر به انجام های انتروال. قسمی که ما شما میل گفته بودیم که y2 منفی y1 یا fx2 منفی fx1 بر x2 منفی x1 می باشه. y2 منفی y1 یا fx2 منفی fx1 بر x2 منفی x1. قسمی که این نقاط که ما شما y2 یا fx2 منفی fx1 ما شما x2 x1 ما در اینجا a و b باشه یا انجام های انتروال باشه. یعنی میل تابع ما نظر به انجام های انتروال مساوی است به میل مماس ما و یا مشتق تابع ما در نقطه C که نقطه C در بین انتروال A و B شامل هستند. خب و یا به عباره دیگه F زبر C مساوی به FB منفی FA بر B منفی A. همین رابطه را به نام قضیه متوسط یا قضیه لاگرانژ یاد میکنیم. خب چگونه ما شما قضیه لاگرانژ یا قضیه قیمت متوسط را ثابت کرده میتونیم؟ به خاطر ثبوتش ما و شما میاییم یک تابع اختیاری را در نظر میگیریم. یک تابع اختیاری که نام تابع ما باشه gx مساوی میشه به fx منفی fb منفی fa بر b منفی a. خب اگر ما شما بیاییم جی ه و جی بی را پیدا بکنیم، با جای x انجام های انتروال خود وضع بکنیم، یک بار a را وضع بکنیم، جی ا مساوی میشه به اف ا منفی جی x هم داریم اف ا منفی اف بی منفی اف ا بر b منفی a خودش باشه. با جای x ما شما a را وضع میکنیم. خب اگر این را ساده تر بسازیم، ما شما میاییم b منفی a را باعث مخرج مشترک انتخاب میکنیم. b منفی a را ما اگر مخرج مشترک انتخاب بکنیم، مخرج f a 1 است. مخرج مشترک تقسیم هر مخرج ضرب صورت b منفی a تقسیم 1 میشه b منفی a ضرب f a کنیم، f a ضرب b میشه f a b FAB منفی FA ضرب A شوه میشه FAA. خب منفی داریم که منفی مربوط هر دو حد میشه. خب منفی B منفی A تقسیم B منفی 1 میشه، 1 ضرب صورت خودش. در اینجا A هم داریم، A هم بار دو حد در لد ضرب میکنیم، A ضرب FB میشه FBA. خب در اینجا منفی ضرب منفی میشه مثبت. خب FA ضرب A میشه FAA. خب در اینجا منفی FA ضرب A با مثبت FA ضرب H اختصار میشه. در نتیجه ما شما GH را پیدا کردیم که مساوی میشه به FA ضرب B منفی FB ضرب A حاصل میشه.
بر بی منفی ا. خب اگر ای را ما شما رابطه یک فرض بکنیم که ای رابطه اول ما باشه و ای بار میایم در خود تابع خود به جای x ما شما b را وضع میکنیم. انجام دیگه انتروال خود که b است وضع میکنیم، یعنی g از b را دریافت میکنیم. g b مساوی میشه به، خب به جای x ما شما b وضع میکنیم. f b منفی f b منفی f a ثابت از خودش باشه بر b منفی a ضرب x. به جای x ما شما b را وضع کردیم. حال اگر بیاییم b منفی a مخرج f b یک است، بیایم به جایش ما شما مخرج مشترک انتخاب بکنیم b منفی a را، مخرج مشترک تقسیم r مخرج ضرب صورت b منفی a تقسیم یک میشه b منفی a ضرب f b شود f b ضرب b f b ضرب b. خب f b را ضرب ه بکنیم منفی f b ضرب ه و ما شما بیاییم منفی b منفی تقسیم b منفی ه میشه یک ضرب f b منفی f a در حین زمان بیام ضرب میکنیم b ضرب f b میشه منفی f b ضرب b. به می ترتیب ما شما داریم که f a ضرب b منفی ضرب منفی مثبت میشه، f a ضرب b میشه f a b f a b. خب در اینجا ما شما قسمی که میبینیم f b با مثبت f b ضرب b و منفی f b ضرب b اختصار میشن، چیزی که میمونه f a ضرب b منفی f b ضرب ه. چیزی که باقی میمونه که g b را در نتیجه به دست آوردیم که مساوی میشه به f a ضرب b. حال مثبت نوشته میکنیم، عد مثبت بعد از او عد منفی خوده که عبارت از f b ضرب a است نوشته میکنیم بر b منفی a. خب ای را رابطه دوم فرض میکنیم که عبارت از رابطه دوم ما باشه. قسمی که ما شما میبینیم رابطه اول و رابطه دوم ما سمت راست ما عین چیز هستن و با همدیگر مساوی هستن و سمت چپ مساوات ما خود به خود با هم مساوی میشه، یعنی g a مساوی میشه به g b که عبارت از انجام های انتروال هستن. یعنی قضیه قبلی که ما شما قضیه رول خوانده بودیم او را صدق میکنه بنا نظر به قضیه رول که ما شما گفته بودیم که قیمت تابع در انجام های انتروال با همدیگر مساوی هستند. در قضیه رول بناهن یک نقطه مثل C موجود هستند که شامل امی انتروال ما میشه، یعنی انتروال A و B ما میشه و مشتق تابع در نقطه C، مشتق تابع ما در نقطه C مساوی میشه به 0. تابع خودم ما و شما داریم که gx مساوی میشه به fx منفی fb منفی fa و b منفی a ضرب x. ما و شما گفته بودیم که g ضرب از c باید مساوی به 0 شود نظر به قضیه رول. بناهن در قدم اول مشتق تابع gx ما و شما میگیریم. اگر مشتق تابع gx بگیریم میشه g ضرب از x مساوی میشه مشتق تابع fx میشه f ضرب از x و مشتق x بگیریم یک میشه، ضریبش خودش نوشته میکنیم. ضریب x است fb منفی fa بر b منفی a. خب قسمی که ما شما گفته بودیم g ضرب از c مساوی به 0، بنان با جای x ما شما c وضع میکنیم. g ضرب از با جای x c مساوی میشه به f ضرب از c منفی fb منفی fa بر b منفی a. خب ما شما g ضرب از c را مساوی به 0 گفته بودیم نظر به قضیه رول.
جی ضرب از سی باید مساوی به صفر شود. زمانی که جی ضرب از سی مساوی به صفر شود، در نتیجه ای حد ما مساوی به صفر هستند. یعنی اف ضرب از سی منفی اف بی منفی اف ای بر بی منفی ای مساوی به صفر است. ما شما این حد را اگر سمت راست مساوات انتقال بدیم، حاصل میشه اف ضرب از سی مساوی میشه به اف بی منفی اف ای اف بی منفی اف ای بر بی منفی ای، که عبارت از قضیه قیمت متوسط و یا هم قضیه لاگرانژ است. برای ما و شما حاصل میشه اف ضرب از سی مساوی میشه به اف بی منفی اف ای بر بی منفی ای. مثال داریم، گفته در تابع f(x) مساوی به 2x مکعب منفی 8x مثبت 1 قضیه قیمت متوسط را در انتروال a b 1 و 3 بررسی نمایید. قسمی که ما و شما میفهمیم قضیه قیمت متوسط عبارت از f ضرب از c مساوی میشه به f b منفی f a بر b منفی a است. قسمی که ما شما میبینیم در اینجا f b را داریم، a را داریم و همچنان در اینجا ما شما c را پیدا میکنیم که c مساوی به چی میشه؟ در کدام نقطه میل تابع نظر به قیمت انجام های انتروال و مشتق تابع در یک نقطه که بین انتروال a و b قرار داره با همدیگر آیا مساوی هستن یا خیر. سی را دریافت میکنیم که سی مساوی به چی میشه؟ در قلم اول سمت راست مساوات f b منفی f a بر b منفی a را دریافت میکنیم. f b منفی f a بر f b منفی f a بر b منفی a را دریافت میکنیم که مساوی به چی میشه؟ مساوی میشه f b. قسمی که b را ما شما میفهمیم a ما عبارت از 1 هست و b ما عبارت از 3 است. a ما هست 1، b ما 3 است. b را قیمتاش وضع میکنیم f b یعنی f 3 منفی f a یعنی f 1. قسمی که a را ما شما میفهمیم 1 است بر b منفی a یعنی 3 منفی 1 مساوی میشه 3 منفی 1 مساوی میشه به 2. در اینجا f3 و f1 نیاز داریم که f3 و f1 دریافت بکنیم. بناهن fx هم شما داریم، با جای x 3 وضع میگیریم. f3 مساوی میشه به 3 مکعب 27 2 27 ما میشه 54 منفی 8 3 24 جمع 1. خب 1 و 54 میشه 55. از 55 که 24ش کم شود، از 5 که 4 کم کنیم 1، از 5 که 2 کم شود 31 باقی میمونه. یعنی f3 31. حال میایم f از 1 را پیدا میکنیم که f1 مساوی به چی میشه؟ مساوی میشه با جای x 1 وضع بکنیم 1 مکعب 1 ضرب 2 میشه 2 منفی 8 ضرب 1 میشه 8 مثبت 1. خب 1 و 2 3 3 و منفی 8 میشه منفی 5. خب f3 را دریافت کردیم که عبارت از 31 منفی f1 را دریافت کردیم که منفی 5. منفی 5 همراه منفی ضرب شده میشه مثبت 5. 31 جمع 5 میشه 36. 36 تقسیم 2. 36 اگر تقسیم 2 بکنیم مساوی میشه به 18. خب دریافت کردیم که میل ما عبارت از 18 هست و یا هم مشتق تابع ما در نقطه C مساوی به 18 است. خب بیاین حالا مشتق تابع را دریافت بکنیم. خود تابع را داریم f(x) مساوی میشه به 2x مکعب منفی 8x مثبت 1. خب اگر f ضرب از x دریافت بکنیم که f ضرب از x مساوی میشه. خب مشتق تابع را اگر پیدا بکنیم 2 3 6 6x مربع
منفی 8 میشه. خب مشتق تابع یعنی اف زبر از سی اگر ما شما بیایم پیدا بکنیم، اف زبر از سی مساوی میشه به 6 ضرب سی مربع منفی 8. خب مشتق تابع ما عبارت از دریافت کرده بودیم که مساوی به میل میشه و میل هم مساوی به 18 دریافت کرد، مساوی به 18 میشه. با جای اف زبر سی مساوی به 18. من قیمت سی را ما دریافت میکنم. 18 را سمت راست مساوات انتقال میتونم که میشه 6 سی مربع مساوی میشه به 18 جمع 8. 18 جمع 8 علامش منفی است، مثبت میشه، مساوی میشه به 6 سی مربع خودش باشه. مساوی 18 و 8 میشه 26. اطراف هم تقسیم 6 بکنیم. 6 با 6 اختصار میشه. در اینجا هم اختصار میتونیم که برای 2 اختصار میتونیم که 3 2 6 1 2 2 3 2 6 13 بر 30. خب اگر اطراف یک جذر بگیریم، جذر سی مربع میشه سی مساوی میشه به جذر 13 بر 3 میشه خود 13 بر 3 مثبت منفی 13 بر 3. بنابراین در نتیجه ما شما قیمت سی را به دست آوردیم که عبارت از جذر 13 بر 3 میشه که جذر 13 بر 3 بین 1 و 3 انتروال 1 و 3 ما موقعیت داره.